با سلام دوستان، امروز در خدمت شما هستیم با آموزش ثبت نام در صرافی کوینکس و تا حدودی کلیات کار در این صرافی رو در این فیلم میخوام آموزش بدم. ببینید دوستان، صرافی کوینکس یکی از صرافی معتبر خارجی هست که برای ایرانی فیلتر نیست. خب همین باعث شده که ایرانیای زیادی از این صرافی استفاده کنن و به نظر من بهتره به خاطر مسائل سیاسی و تحریمایی که برای ایران هست از این صرافی ایرانی بیشتر استفاده کنن که معاملات اهرم‌دار هم داره و اینکه جذابیت خاص خودش رو داره. دوستان، صرافی کوینکس تا چند ماه پیش ما بدون فیلتر شکن وارد صرافی می شدیم و کار میکردیم در این صرافی، ولی الان خب چون از طرف خود ایران فیلتر شده، برای کار در صرافی کوینکس و ثبت نام در صرافی کوینکس نیاز به یک VPN یا فیلتر شکن داریم که اگر ترجیحاً VPN IP ثابت باشه خب بهتر هست و شما میتونید از اینکه در واقع VPN یا فیلتر شکن معتبر استفاده کنید. خب در اینجا دوستان من قصد دارم که دو روش برای ثبت نام در صرافی کوینکس رو به شما آموزش بدم. یکی اینکه بیایم خود نرم افزار صرافی کوینکس را دانلود کنیم و از طریق نرم افزار ثبت نام را انجام بدیم. یکی اینکه از طریق سایت صرافی کوینکس این کار رو انجام بدیم که شما میتونید هم با لپتاپ با کامپیوتر و هم با تبلت یا گوشی ثبت نام را انجام بدید. ببینید این لینک که من به شما میدم که لینک بنده در صرافی کوینکس هست، اگر از این طریق شما ثبت نام بکنید میتونید از 30 الی 40% تخفیف کارمزد در این صرافی برخوردار باشید. ضمن اینکه حالا ما یه کانالی هم داریم، کانال سیگنال دهی هست که اگر از این لینک در واقع ثبت نام کنید میتونید به ادمین پیام بدید و در واقع عضو این کانال بشید که ما سیگنال های ویژه‌مون رو تو این کانال قرار میدیم. ببینید دوستان، روی این لینک که من به شما میدم کلیک میکنید و ثبت نام رو شروع میکنید. ما روی این لینک کلیک میکنیم. خب یه همچی صفحه‌ای برای شما باز میشه که اینجا یک ایمیل معتبر از شما میخواد و یک پسورد. حواستون باشه که این ایمیلی که وارد میکنید معتبر و همیشه قابل در واقع معتبر و مقصد خودتون باشه که همیشه ازش استفاده میکنید و یه پسوردی که شامل حروف بزرگ کوچیک و یک پسورد معتبر باشه که یادتون هم نره. ایمیل هم حتما نگهداری کنید و یادتون نره. خب دوستان، ایمیل رو ما وارد کردیم، پسورد هم دادیم و اینجا یک تیک داره، این تیک رو هم میزنیم و ساین اپ رو میزنیم. اینجا یک کدی، ببخشید قبلش یک پازلی ما باید حل کنیم. این پازل رو ما میکشیم اینجا نشون بده که ربات نیستیم. بعد میگه که یک کدی به ایمیل شما اومد، 60 ثانیه وقت داریم که اون کد رو اینجا وارد کنید. خب ما میریم این رو وارد میکنیم. من فیلم رو نگه میدارم. خب دوستان، ایمیل اومد، یک کدی برای ما ارسال شده. این کد 945720 945720. اینجا وارد میکنیم و کانفirm رو میزنیم. خب ثبت نام ما انجام شد، وارد یه همچی صفحه‌ای میشیم. خب دوستان، شما وارد صفحتون که شدی، این صفحه شماست. شما میتونید مستقیما از همینجا دانلود اپ رو بزنید و نرم افزارش رو دانلود کنید که داشته باشید. به محض اینکه شما وارد صفحتون شدید، اولین کاری که میکنید میرید احراز دو عاملی رو فعال میکنید یا کد امنیتی دو عاملی رو فعال میکنید برای خودتون. کد دو عاملی در واقع کد امنیتی دو عاملی امنیت حساب شما رو بالا میبره، ضمن اینکه برای برداشت و واریز ها نیاز به این کد دارید. شما روی این کلیک میکنید که وارد اکانتتون بشید. خب ببینید، ما اگر صفحه را شما همینجا میتونید این قسمت گوشه سمت راست در واقع اگر بکشید صفحه رو به این سمت، میتونید ببینید که شما میتونید اینجا صفحه رو به فارسی تبدیل کنید و همه این چیزها رو به صورت فارسی داشته باشید.
که خب میگم ایرانی ها استفاده میکنن، این صرافی اومده زبان فارسی رو هم گذاشته. شما میتونید از فارسیش استفاده کنید. خب چیکار میکنیم؟ حالا من سعی میکنم به صورت انگلیسیش توضیح بدم. میایم روی این اکانت کلیک میکنیم. ما گفتیم اولین کار این هست که وقتی وارد صفحه‌مون شدیم بریم کد امنیتی 2 عاملیمون رو فعال کنیم یا احراز 2 عاملی رو فعال بکنیم. میایم روی اکانت ستینگ کلیک میکنیم، روی اکانت، بعد روی اکانت ستینگ کلیک میکنیم. خب به این صفحه میایم. اینجا در قسمت TOTP، قسمت TOTP یا 2FM در واقع، به اینجا ببینید این قسمت، این رو اگر صفحه یکم بکشیم اینورتر، این رو ما میایم این بند کلیک میکنیم. خب اینجا میگه که شروع در واقع فعال کردن کد امنیتی 2 عاملی هست. اینجا یک سند کد، یک کد به ایمیل شما ارسال میشه. پس ما این سند کد رو میزنیم. 60 ثانیه وقت داریم بریم این رو وارد کنیم. خب ببین دوستان، این کدی که اومده به ایمیل ما، این کد 317869 اینجا وارد میکنیم. و نیکست رو میزنیم. خب اینجا نگاه کنید دوستان، اینجا دوستان نگاه کنید، این کدی که اینجا به ما میده کد اتصال به نرم افزار گوگل اتنتیکیتور هست. ببینید این کد، این خیلی مهمه. این کد حواستون باشه. این کد رو کپی میکنیم، یه لحظه سیستم من گیر کرد. دوستان این کد رو کپی میکنیم. حواستون باشه این کد رو گم نکنید. این کد اتصال شما به نرم افزار گوگل اتنتیکیتور هست. پس این رو کپی میکنیم. میتونید این کد رو کپی کنید، هم میتونید در واقع این QR کدش رو در واقع اسکن کنید. ما کپی میکنیم، راحت تر هست. بعد که اون رو کپی کردیم، ببین دوستان، میایم داخل پلی استور یا داخل گوگل نرم افزار، این نرم افزار که دورش خط کشیدم اتنتیکیتور رو دانلود میکنیم. ببین این نرم افزار اتنتیکیتور، اینو از پلی استور دانلود. ببین دوستان این نرم افزار هست. این نرم افزار رو ما در واقع از پلی استور دانلود میکنیم. ببینید گوگل اتنتیکیتور، این را چون من قبلا دانلود کردم میتونم اوپن رو بزنم. شما باید این استال رو بزنید و دانلودش کنید. خب با سیستم من گیر کرد. خب ببین دوستان، گوگل اتنتیکیتور اجازه فیلم برداری یا اسکرین شات را نمیده به ما. برای همین من عکس گرفتم و اینجا برای شما توضیح میدم. ببینید وقتی دانلود کردیم گوگل اتنتیکیتور رو، بازش میکنیم، میزنیم رو گوگل اتنتیکیتور، بازش میکنیم. بعد میایم رو قسمت در واقع یه قسمتی پایین داره، وقتی بازش کردیم یه قسمت پایین داره علامت به اضافه که من الان اینجا دورش خط کشیدم. این رو میزنیم و بعد که زدیم میایم به این قسمت. 2 تا چیز براتون میاره، یکی اسکن QR کد، یکی اینتر ستاپ کی. ما اگر بخوایم اسکن کنیم خب با یه سیستم دیگه،
ولی ما کپی کردیم، میایم اینتر ستاپ کی رو میزنیم و میایم کپی رو پیست میکنیم. ببینید دوستان وقتی پیستش کردیم در واقع گوگل اتنتیکیتور شما به صرافی شما وصل میشه. این کاری که انجام میدیم باعث میشه که هر 30 ثانیه به ما یه همچی کدی بده. حالا من چند تا صرافی دارم، چند تا اکانت دارم، میتونم چند تا در واقع اتصال به گوگل اتنتیکیتور داشته باشم. اینجا مثلا من 2 تا دارم، الان 2 تا اکانت هم تو صرافی کوینکس دارم. وقتی که در واقع میخوایم متصل بشیم به صرافی کوینکس یا وارد صرافی کوینکس بشیم، هر 30 ثانیه اینجا به ما یک کد 6 رقمی میده که ما برای ورود باید این کد 6 رقمی رو وارد کنیم. هم موقع واریز و برداشت به این کد 6 رقمی که هر 30 ثانیه یه بار عوض میشه. خب ببینید دوستان، وقتی که این کارا رو انجام دادیم، حالا گوگل اتنتیکیتورمون رو باز میکنیم، هر 30 ثانیه به ما یک عدد میده. خب اینجا فکر کنم فیلم برداری انجام نشه چون اجازه فیلم برداری گوگل اتنتیکیتور نمیده. خب اینجا عددی که به من داده 68 78 52. میایم اینجا وارد میکنیم 68 70. بذارید یه بار دیگه ببینم عدد بعدیش چی بود. این عدد عوض بشه، 30 ثانیه وقت دارم. 209155 209155 اون عددی که داد رو میایم وارد میکنیم تو اون قسمتی که در واقع به ما داد. خب باز کد عوض شد، یه لحظه من برم ببینم. 999 711 999 711 6 رقمی اینجا وارد میکنه. 999 711. وقتی وارد کردیم نکست رو میزنیم. بله، پس احراز 2 عاملی ما اینجا فعال شد و در واقع امنیت حساب ما بالا رفت و همچنین برای واریزها و برداشتها در واقع خیالمون راحت هست، برای ورود خیالمون راحت هست. این همون 2FM هست. خب این رو اوکی میکنیم. دوستان شما اون رو که اوکی کردید، از این قسمت بالای صفحتون در واقع همه کاری میتونید انجام بدید. میتونید به قسمت اسیتس برید و در واقع دیپازیت، واریز کردن، ویدرا، برداشت و اینا رو کامل مشاهده کنید و ببینید به چه صورته. میگم اگر صفحه رو فارسی کنید خب راحت تر هست. ببینید الان ما به قسمت دیپازیت اگه بریم، واریز کردن، هر ارزی که بخوایم واریز کنیم از این قسمت انجام میشه. ببین مثلا ما میخوایم بیت کوین واریز کنیم، تتر میخوایم واریز کنیم، اسم اون رو اینجا میزنیم. اسم ارز رو میزنیم و واریز رو در واقع بر بستر هر شبکه‌ای که هست اینجا اسم ارز رو میزنیم و بسترش رو اینجا انتخاب میکنیم. حالا مثلا تتر میخوایم واریز کنیم، اینجا USDT میزنیم انتخاب میکنیم و اینجا هم ترون TRC20 انتخاب میکنیم و واریز رو اینجا ببینید 24 ساعت بعد واریز و برداشتتون موقعی که ثبت نام کنید 24 ساعت بعد طول میکشه تا واریز برداشتتون رو بتونید انجام بدید. پس الان این چون آموزشیه فعال نیست برای من. خب میریم نرم ثبت نام از طریق نرم افزار رو هم توضیح بدیم. دوستان ثبت نام از طریق نرم افزار تفاوتی با ثبت نام از طریق لینک نداره، از طریق سایت نداره. ما میایم داخل پلی استور و کوینکس رو سرچ میکنیم. حواستون باشه کوینکس به این صورت باشه. کوینکس سرچ میکنیم، نرم افزارش به این صورت هست. این رو ما دانلود میکنیم و در واقع ثبت نام رو انجام میدیم. ببینید دوستان وقتی که در واقع دانلود کردیم نرم افزار رو، این گوشه سمت راست ساین اپ رو که بزنیم
صفحه به این صورت باز میشه. بازم یه ایمیل میخواد، یه پسورد و اینجا یه کد رفرال میخواد که اگر این کد رفرال رو که من به شما میدم در واقع استفاده کنید، میتونید 30 تا 40% گفتم تخفیف کارمزد بگیرید. همچنین یه کانال ویژه ما داریم که فقط سیگنال های ارزهای دیجیتالتون قرار میدیم و میتونید به صورت رایگان عضو اون کانال هم بشید. ببینید ایمیلتون رو وارد کنید اینجا، بعد پسوردتون و بعد هم اینجا کد رفرال هست. این کد رفرال رو اینجا وارد میکنید. به این صورت که من میگم شما میتونید وارد کنید. ببینید کد رفرال این هست. فقط و فقط اگر با این کد رفرال در واقع ثبت نام کنید، شما میتونید 30 تا 40% تخفیف بگیرید در کارمزدتون و همچنین عضو کانال ویژه بشید. 26 PMG. ببینید وقتی که ایمیلتون رو وارد کردید، ایمیلتون بعد پسوردتون اینجا میزنید 26 PMG و بعد این رو اوکی میکنید و بعد ساین اپ رو میزنید و مثل همون ثبت نام از طریق سایت یک کد به ایمیلتون میاد و بعد میرید اون کد رو وارد میکنید و وارد صفحتون میشید و دیگه کاری نداره. بعد میتونید برید از قسمت، میگفتم اولین کاری که میکنید برید از قسمت ستینگ اکانتش، از قسمت اکانتش بعد ستینگ اکانتش کد احراز 2 عاملی رو فعال بکنید. همون کاری که کردیم نحوه اتصال به اتنتیکیتور توضیح دادیم به چه صورت هست. میتونید فعال کنید و حساب در واقع امنیت حسابتون رو بالا ببرید. حالا ما چون قبلا ثبت نام کردیم لاگین میشیم. ببین دوستان، هر بار که میخواید لاگین بشید، اگر کد 2 عاملی داشته باشید یا همون توی FM، هر بار کد 6 رقمی رو باید اینجا وارد کنید. هر 30 ثانیه یه بار گفتیم اون کد عوض میشه، میتونید اینجا وارد بکنید. خب دوستان، من میخوام حالا از همون در واقع اکانتی که ثبت نام کردم از طریق سایت، از طریق نرم افزار وارد بشم. لاگین رو میزنم دیگه، ساین اپ رو نمیزنم. ساین اپ برای اونایی که تازه میخوان از طریق نرم افزار ثبت نام کنن. پس ما میخوایم لاگین بشیم و وارد صفحه‌مون بشیم. ایمیلمون رو میزنیم، پسوردمون هم میزنیم که قبلا گرفتیم و لاگین رو میزنیم دوباره. خب برای اولین بار که میخواید از طریق نرم افزار وارد صفحتون بشید، یک کد به ایمیلتون میاد، اینجا میزنید و این سند رو بزنیم ایمیل بیاد. 891024 891024 وارد میکنیم و سریع میریم توی اف امون همون اتنتیکیتور که هر 30 ثانیه عوض میشه هم اینجا میزنیم. 340 673 340 673 و سابمیت رو میزنیم. خب وارد صفحه‌مون شدیم. الان وارد صفحه‌مون شدیم. این صفحه ما هست. میتونیم روی این کلیک بکنیم، اکانتمون، ایمیلمون رو ببینیم و چیزایی که هست. میزنیم عقب. این صفحه ما هست. این پایین این قیمت ارزایی که بیشتری رشد رو داشتن اینجا نشون میده، 99%، 82%. این چیزایی که اینجا هست. این کد رفرال شما هست که میتونید به دوستانتون بدین. این هم در واقع خب این میایم پایین قسمت مارکت رو داریم اینجا، ارزهایی که داره اینجا. خب ما اینجا دو تا چیز رو به خاطر زیغ وقت دو تا چیز رو توضیح میدیم. یکی این که چطوری اسپات معامله بزنیم
و چطوری در فیوچرز یعنی معاملات اهرمدار یعنی با چند برابر پولمون معامله بزنیم رو یه توضیح میدیم. ببین قبل از اون بگم که دارایی های شما تو این asset میتونید ببینید. میگم میتونید این صفحه رو فارسی کنید و به صورت فارسی داشته باشید. این asset این گوشه بزنیم کلیک کنیم روش، دارایی هایی که ما داریم رو نشون میده. ببین الان من تو این چون آموزشی هست این اکانت دارایی ندارم، تتر هیچی ندارم اینجا، نه تو قسمت اثبات اکانت هم دارم، نه مارجین اکانت هم، نه فیوچر اکانت هم، هیچ دارایی ندارم. برای واریز به اکانتتون میتونید اینجا دیپازیت یعنی واریز رو بزنید و اسم ارز رو انتخاب کنید. مثلا من میخوام تتر واریز بکنم، میام USDT رو انتخاب میکنم، میام این رو کپی میکنم، این آدرس تتر رو این رو کپی میکنیم، میریم تو حالا ترست والتمون یا صرافی ایرانیمون اونجا پیست میکنیم و واریز میکنیم تتر به این آدرس. پس به این آدرس تتر واریز میکنیم. یا مثلا ارز دیگه ای بخوایم واریز کنیم، بازم دیپازیت، هر ارزی که بخوایم، کاردانو، در واقع بیت کوین، اتریوم، میزنیم و واریز رو انجام میدیم. فقط حواستون باشه شبکه‌ای که برای واریز انتخاب میکنید بر بستر چی باشه. نگاه کنید اینجا بر بستر TRC20 برای تتر TRC20 داره، اتریوم داره و ارزون ترینش در واقع TRC20 هست. در واقع هر ارزی که میخواین واریز کنید حواستون باشه این شبکه‌ای که اینجا هست، این شبکه که اینجا هست توی تراست والتتون که میخواید واریز کنید یا توی صرافی ایرانیتون هم که میخواید واریز کنید همین باشه. چون اگه یکی نباشه کلا اون ارزی که واریز کردید معلوم نیست به کجا میره و در واقع قابل بازگشت نیست. این نکاتی که باید توجه بکنید. خب این توضیحی که دادم برای برداشت هم به همین صورت هست. برای برداشت ویدرا رو میزنید حالا ارزی که دارید، مثلا 100 تا کاردانو دارید تو حسابتون میخواین برداشت کنید، میزنیم حالا هر چقدر داریم اون آدرس ترست والتی که میخوایم براش واریز کنیم یا اون آدرس صرافی ایرانی که میخوایم براش واریز کنیم اینجا پیست میکنیم، اون آدرس پیست میکنیم و مقدار در واقع آدایی هم که داریم انتخاب میکنیم اینجا میزنیم و یه کد 6 رقمی گوگل اتنتیکیتور هست که گفتم هر 30 ثانیه عوض میشه، اینجا میزنیم و کاری نداره دیگه. اینجا ویدرا رو که بزنیم اوکی میشه. یه نکته خیلی مهمی که این صرافی داره این که وقتی ویدرا رو زدید برای اینکه در واقع مطمئن کنید طرف رو که آقا واریز میخوام برداشت کنیم، برای در واقع امنیت حسابتون رو نشون میده، میرید تو ایمیلتونم تایید میکنید، کانفirm میکنید که آقا من میخوام برداشت بزنم. پس این نکته هم توجه بکنید. خب این برای قسمت واریز و برداشت. ببین دوستان یه چیزی، وقتی که شما پولی را واریز میکنید میاد تو قسمت اثباتتون میشینه. حالا من اکانت رو میارم، ببین دوستان این اکانت دیگه ای هست. ببین من الان تو قسمت اثبات اکانتم 6.5 تتر در واقع 6.5 دلار هست. تو قسمت فیوچرز هم 7 خورده ای تتر هست. من میخوام این تتری که در واقع توی اثبات اکانت هم هست ببرم توی قسمت فیوچرز و معاملات اهرمدار باش انجام بدم. در واقع با چند برابر پولی که دارم میخوام معامله بزنم. میام تو قسمت ترانسفر رو میزنم. ببینید اینجا از اثبات اکانت میخوام ببرمش به فیوچرز اکانت. میام فیوچرز اکانت انتخاب میکنیم، چه تعداد دارم اینقدر میخوام ببرم. ترانسفر رو که بزنیم میره تو قسمت فیوچرز اکانت. حالا معاملات فیوچرز اکانت چیه؟ معاملاتی که با چند برابر پولتون میتونید
در واقع معامله کنید، خرید و فروش کنید. ببینید شما برای خرید تو قسمت فیوچرز میایید اینجا، اولین کاری که میکنید این که نوع اهرم را انتخاب میکنید. مثلا من میخوام روی ریپل بای بزنم، میخوام ریپل بخرم، با چند برابر پولم با اهرم در واقع میخوام ریپل بخرم، میام انتخاب میکنم با 3 برابر، 5 برابر، با اهرم 8، 10، 15 و اینو انتخاب میکنم. بعد یه چیز دیگه خیلی مهم هست این که آیا این اهرمی که استفاده میکنم ایزوله باشه یا کراس باشه. کراس یعنی این که اگر آقا پول من داره میره، در واقع سیستم بره به سراغ بقیه پول من که درگیر نیست، اون رو هم درگیر کنه. این یک. ایزوله یعنی این که نه، همین پولیه که من درگیر کردم کافیه دیگه، سراغ بقیه پولم نره. من معمولا خودم ایزوله استفاده میکنم که دیگه بقیه سراغ بقیه پولم نره، اگه دارم لیکوید میشم سراغ بقیه پولم نره. همین پولی که درگیر کردم، همین $5 که درگیر کردم با اهرم 15، یعنی با 15 برابر دارم معامله میزنم، همین رو ازش استفاده کنه، سراغ بقیه پولی که دارم اون رو نره. این کانفirm رو که بزنیم اوکی میشه. بعد میتونیم انتخاب کنیم که آیا سرخطی یعنی مارکت، به قیمت مارکت برامون در واقع خرید انجام بشه یا به قیمتی که خودمون وارد میکنیم لیمیت انجام بشه. اگر لیمیت باشه خب بهتره، کارمزدش کمتره. اینجا وارد میکنیم، ببینید این قرمزها در واقع فروش ها هست، حجمایی که برای فروش گذاشته شده، این سبزها و حجمایی که برای خرید گذاشته شده. شما این پایین ترین قیمت برای فروش، الان ما میخوایم بخریم، این پایین ترین قیمت رو انتخاب میکنیم و اینجا وارد میکنیم، ثانیه به ثانیه عوض میشه. و بعد مقدار پولی که داریم، مقداری میخوایم انتخاب کنیم، مثلا میخوام با 25% این رو میکشم، 25% پولم در واقع میشه 1.6 تتر، یا نه با 100% پولم میخوام معامله رو انجام بدم، یعنی با 6.5 تتر که با اهرم 15 این 6.5 تتر زدره 15 میشه، با 15 برابر پول میخوام انجام بدم. بعد بای رو میزنم، میاد میشینه اینجا انجام میشه. حالا سل هم میتونیم بزنیم تو معاملات فیوچر، سل هم میتونیم بزنیم. ببینید با اون مقدار پولی که داریم به همین صورت با 100%ش میتونیم بفروشیم، حالا یا با قیمتی که ما خودمون لیمیت انتخاب میکنیم یا با قیمت مارکت، یعنی به قیمت خود بازار، خود سیستم انتخاب میکنه، به قیمت سرخط برامون اینجا سل میزنه و اینجا سر رو میزنیم که میاد اینجا. و لحظه ای که شما مثلا حس کردید که آقا میخواد کلا معاملتون رو ببندید، میتونید کلوز آر رو بزنید، کلا این معامله بسته میشه. خب اینم قسمت فیوچرز. قسمت برای اینکه فقط ما میخوایم از فیوچرز استفاده نکنیم، فقط میخوایم اسپات، میخوایم هولد کنیم، نگهداری کنیم، میام قسمت اکسچنج این پایین فقط میخوایم بای بزنیم و بعدش اگر بخوایم بفروشیم رو سل میزنیم. پولی که ما داریم اینجا مثلا همین ارز ARPA USDT، این را هر چقدر مثلا میخوایم بخریم انتخاب میکنیم، حالا با قیمت بازم اینجا سرخط لیمیت، قیمتی که خودمون انتخاب میکنیم، یا قیمت سرخط، قیمت بازار انتخاب میکنیم و اینجا بای رو میزنیم. این انجام میشه و میاد این پایین میشینه و دیگه اینجا برای اینکه بخوایم بفروشیمش، اینجا دیگه نمیتونیم، در واقع معاملات دو طرفه نیست که بخوایم ارزی که نداریم بفروشیم، اینجا فقط ارزی که داریم میتونیم اینجا بیایم سل بزنیم، ارزی که نداریم نمیتونیم اینجا سل بزنیم. فقط تو قسمت فیوچرز میتونیم ارزی که در واقع حتی نداریمش میتونیم سل بزنیم، معاملات دو طرفه است اونجا، ولی اینجا معاملات یه طرفه، فقط میتونیم بای بزنیم و بعد که به هدفش رسید، مثلا پیش بینی میکنیم که میاد ارز میاد بالا، قیمتش میره بالا، بعد که رسید به هدفمون میتونیم اون مقدار ارزی که داریم انتخاب کنیم اینجا همشو یا نصفشو و سل رو بزنیم. اینم از قسمت فیوچرز. این از قسمت اسپات.
خب دوستان سعی کردم کلیات در واقع کار با صرافی کوینکس رو برای شما توضیح بدم، همچنین ثبت نام و چیز خاصی نمیمونه. شما اگه خودتون یه مقداری با این صرافی کار کنید، اگر حتی از فارسیش هم استفاده نکنید، به صورت انگلیسی کار کنید، دستتون میاد که چیکار باید انجام بدید. خب خیلی ممنونم که گوش دادید به این فیلم آموزشی. شاد و پیروز باشید.